خب تا اینجا ما راجع به انواع و اقسام چارت ها اومدیم صحبت کردیم. اومدیم گفتیم که چارت هایی که در اکسل وجود داره یک سریاشون جدیده، یعنی از اکسل 2016 به بعد وارد اکسل شده، مثل تری مپ، سامبرس، هیستوگرام، پارتو، باکس اند ویسکر، واترفال، و در 2019 هم فانل رو در واقع خدمت شما عرض شود مپ. حالا میخوایم راجع به تک تک این نمودارها بیایم صحبت بکنیم و راجع به کاربرداشون بیشتر آشنا بشیم، ببینیم که کاربرداشون چی است. ببینید ما با توجه به سلیقه و نوع داده هامون میتونیم از نمودارهای موجود در نرم افزار اکسل استفاده بکنیم تا بتونیم نمایش داده ها رو بیایم بهتر و واضح‌تر بکنیم. و این خیلی مهمه دیگه، ما بتونیم داده هامون رو طوری نمایش بدیم که قابل فهم‌تر باشه، بهتر باشه. ما در اکسل انواع و اقسام نمودارها رو داریم. اینجا راجع به نمودارهای ستونی میخوام صحبت بکنم. ببین نمودارهای ستونی وقتی که من میام روی ناحیه کلیک میکنم و این قسمت رو انتخاب میکنم، میام تو قسمت اینسرت، میام تو قسمت ریکامندد چارت. اینجا انواع و اقسام ریکامندد ها رو، یعنی چارت های پیشنهادی رو میبینم. میرم رو حالت آل چارت، اولی کالمه، یعنی نمودارهای ستونی، نمودار ستونی. این نمودار ستونی اگه دقت کنم 3 تا حالت رو داره به من نشون میده. کلاسترد کالم یعنی ستونی دسته‌بندی شده، کلاستر یعنی خوشه‌بندی دسته‌بندی شده. اینجا حالت استک کالم یعنی ستونی پشته‌ای یا تجمعی. اینجا حالت 100% استک کالم. حالا ببینیم اینجا هر کدوم کاربردشون چیه. اگه من اینو انتخاب بکنم، اوکی رو بزنم، خب برای من یه نمودار رسم میکنه. من نمونهشو اینجا آوردم که ما دیگه معطل نشیم. دیگه در این نمودار شما اومدی برای هر کالا، خب یه دونه سری داشتی، شمال، جنوب، شرق، غرب، همه اینها در واقع کاربردهای خاص خودشونو داره. خب و مدل گفته برای هر کالای شما 4 تا سری داشتی، میگه شمالت اینقدر بوده، جنوب اینقدر بوده، شرق و غرب. به خاطر همینش میگن کلاسترد، یعنی دسته‌بندی شده، یعنی اومده مقادیر فروش شما رو در نواحی مختلف اومده نمایش داده. کالای 1، کالای 2، کالای 3، کالای 4 و کالای 5. خب الان کالای 1 619 تا برای شمال، 302 تا برای جنوب، 284 تا برای شرق و 407 تا برای غرب. حالا تو حالت دوم به چه نحوه؟ اگه دقت بکنیم تو حالت دوم در واقع اومده از حالت تجمعی استفاده کرده، استک کالم، یعنی اومده گفته که آقا من 619 تا رو که برای مقدار شماله میذارم بیس و پایه برای کالای 1، بعد بعدی 302 رو از 619 شروع میکنم میرم بالا، 284 رو از انتهای مجموع این دوتا شروع میکنم و 407 رو در نهایت اینجا از انتهای مجموعی 3 تا شروع میکنم. اگر همه اینا رو با هم جمع بزنم بخوام فروش کالای 1 رو محاسبه بکنم، میبینم کالای 1 من فروشش شده 1612 تا که نمودار هم داره در واقع اینو به من نشون میده و این یه حالت تجمعی حساب میکنه. یه حالت دیگه داریم که این حالت در واقع وقتی من میام رو چنج چارت تایپ کلیک میکنم، حالت چیه؟ حالت پرسنت استک کالمه، یعنی 100 یا 100% استک کالم، یعنی به صورت درصدی مجموع درصدی میاد نمایش میده. یعنی چی مجموع درصدی؟ یعنی اینکه میاد درصد مقدار اولیه رو حساب میکنه، میگه مثلا 619 تا میشه مثلا فرض کنید 38% یا 39%، اینو قرار میده. بعد مقدار 302 به کل 1612 میشه یه درصدی، اونو میاد از انتهای این درصد محاسبه میکنه، بعدی رو به همین ترتیب، بعدی رو به همین ترتیب تا میرسونه به 100%. یعنی سهم فروش هر یک از کالاها رو به تفکیک ناحیهشون میاد مشخص میکنه. میاد میگه آقا کالای 1 رو من در شمال مثلا 39% فروختم، در جنوب مثلا فرض کنید 25% یا 20% و در شرق و غرب هم هر کدوم یه درصدی بوده که مجموع درصداش میشه 100%، که میشه کل فروش من از کالای 1 در کجا؟ در نواحی مختلف. پس این میشه حالت سومی. اگه بیام رو چارت تایپ کلیک بکنم ببینم که 3 حالت اینجا دارم، 3 حالتم اینجا و در یه حالتم اینجا. این حالتی که اینجا دارم حالت 3Dه وگرنه هیچ فرقی با این حالت نداره، یعنی بهش یک افکت 3D یا 3D میده. پس این شد نمودار ستونی. اگر من بیام اینجا کلیک بکنم، بیام تو قسمت در واقع کالم ببینم، اینجا کلیک راست بکنم ببینم ست از دیفالت چارت هستش. اینو دقت کنید،
این تیک یعنی که شما اگه اومدی اینجا مثلا این ناحیه رو انتخاب کردی، اومدی آلت و F1 رو زدی، مثلا یه نمودار جدید ایجاد کردی، آلت F1 رو زدی، یعنی ست از دیفالت، یعنی بر اساس دیفالت یا اساس پیش‌فرضی که شما تعیین کردین میاد اینو رسم میکنه. اگه بیای تو لاین اینو بذاری ست از دیفالت شما یا نمودار پیش‌فرض شما میشه نمودار خطی. اینم دقت کنید. پس برای اینه که وقتی که ما میایم اینجا آلت F1 رو میزنیم، و نمودار مورد نظرمون رو میکشیم، آلت F1 رو میزنیم، نمودار مورد نظر رو میکشیم، بعد به ترتیب بزنید سریع، ولی بعد این اتفاق بیفته. آلت F1 درسته؟ یعنی باید این دوتا رو یه جورایی سریع بزنید. آلت F1 ببینید، آلت F1 رو میزنیم قبل از اینکه اون بالا اون در واقع مقادیر روی تب ها نمایان بشه، یعنی حروف روی تب ها نمایان شه، ما سریع F1 رو باید بزنیم. پس این ما باید دقت کنیم. میشه نمودار ستونی. بعدی لاین چارت. لاین چارت هم شبیه نمودار ستونی هستش، با این تفاوت که مقادیری که اینجا داریم در ماه‌های مختلف، خب میاد اینا رو به هم دیگه متصل میکنه. مثلا میگه آقا فروش ما در فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور به این نحو بوده. خب اومده مقادیر رو چیکار کرده؟ محاسبه کرده، روی نمودار اومده مقادیر رو روی نمودار نمایش داده و اومده اینا رو به همدیگه متصل کرده. از اتصال اینها به همدیگه نمودار حاصل شده. جالبه این نمودار بیشتر برای سری های زمانی استفاده میشه، یعنی برای زمانی که شما محور افقیتون چیه؟ زمان مثلا ماهای ساله، سالهای مثلا یک دهه است یا سالهای یک بازه زمانیه. پس بیشتر تو تایم سری ها ازش استفاده میشه. این هم به همون ترتیب وقتی من روش کلیک میکنم میام تو قسمت دیزاین، ببین این بالا زده چارت تولز دیگه، یعنی مربوط به ابزارهای مربوط به چارت. میام اینجا تو قسمت چارت در واقع چین چارت تایپ کلیک میکنم، میام اینجا میبینم اولی رو داره به من به صورت لاین نشون میده، بعدی استک لاین یعنی لاین تجمعی، بعدی 100% استک لاین یعنی بر اساس درصد میاد جمع میزنه. تو بعدیاش هم به همین ترتیب مطابق با مارکر. بعدی در واقع 3D لاینه یعنی حالت سه‌بعدی. حالا ما این ستا رو اینجا آوردیم، ببینید این حالت اولیه است، بعدی با مارکره. خب یعنی این حالت اولیه به صورت در واقع لاینه، درسته؟ میام اینجا کلیک میکنم ببینم که این حالت اولیه یعنی مقادیر اومده مشخص کرده، داده‌ها رو هم وصل کرده. تو حالت دوم میام کلیک میکنم یعنی حالت تجمعی، یعنی استک لاینه، یعنی اومده مقدار کالا در فروردین رو محاسبه کرده. خب بعد برای کالای 2 رو اومده چیکار کرده؟ از انتهای فروردین در نظر گرفته رفته بالا. کالای 3 رو از مجموع فروردین برای کالای 1 و 2، کالای 3 رو برای مجموع کالای 1 و 2 در نظر گرفته بعد رفته بالا. کالای 4 رو از مجموع ستای قبلی به بالا رفته رسم کرده، یعنی به صورت تجمعی حساب کرده که اگه ما بیایم اینجا روی این نقطه بایستیم این میشه مجموع فروش ما در فروردین برای کالاهای مختلف یعنی تجمعی. تو حالت بعدی بر اساس درصد سهم هر یک رو اومده حساب کرده و اومده به صورت تجمعی باز با هم دیگه جمع کرده و به 100% رسونده، یعنی در نهایت اومده به چی رسیده؟ به 100% رسیده. پایینیا با بالایی‌ها هیچ فرقی ندارن، فقط محل برخوردها اومده به صورت مارکر مشخص شده، یک دایره توپر پررنگ اومده اینجا رو مشخص کرده که حالا توی شیوهی که ما داریم اینجا میبینیم توی این قسمت میتونیم اینا رو هم ملاحظه کنیم که حالت مارکر مانندش رو میتونیم ببینیم. نمودار بعدی بار چارته. بار چارت یعنی نمودار میله‌ای. یکی از مهمترین کاربردهای این نمودار رسم گانت چارته، یعنی ما با استفاده از این نمودار میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم گانت چارت رسم بکنیم و این خیلی مهمه. تو پروژه‌های مختلف حالا به هر حال گانت چارت یعنی فعالیت‌ها میاد ثبت میشه، هزینه، زمانشون، حالا مخصوصا زمان رو میخوام بیان ببینن که به چه نحوی هستش، ارتباط این فعالیت‌ها با هم دیگه به چه نحوی هستش، میان از گانت چارت استفاده میکنن. این نمودار هم شبیه نمودار ستونیه، منتها انگار 90 درجه چی شده؟ دوران داده شده. یعنی اگه من ناحیه رو انتخاب بکنم بیام تو قسمت اینسرت و بیام در قسمت در واقع اینجا اگه بار چارت رو انتخاب بکنم ببینم نمودار رو داره به من نشون میده. حالت اولیه کلاسترد یعنی چی؟ یعنی خوشه بندی یا دسته بندی شده، بعدی به صورت استک بار و بعدی به صورت
پرسن استک بار، یعنی میاد مجموع رو به 100 میرسونه و سهم هر کدوم از این سری ها رو از 100% داره به من نشون میده. ببینید مثلا میگه آقا نمایندگی 1 اینقدر فروش داشته، نمایندگی 2، نمایندگی 3 ولا آخر. بعدی هم به همین ترتیب، بعدی به صورت تجمعی داره نشون میده و این داره درصد رو از 100 داره نشون میده. ببینید چقدر جالبه. مثلا میاد میگه آقا در فصل بهار نمایندگی 1 که با آبی داره نشون میده انقدر فروش داشته، در فصل بهار نمایندگی 2 انقدر درصد فروش رو به خودش اختصاص داده، در فصل بهار نمایندگی 3 به همین ترتیب انقدر درصد رو اومده به خودش تخصیص داده و در فصول مختلف میاد مقادیر نمایندگی های مختلف رو نشون میده. پس این هم 3 حالت داره. وقتی من بیام روی این کلیک بکنم، بیام تو قسمت دیزاین، بیام تو قسمت چارت دیتا تایپ، اگه بیام نگاه بکنم تو بار چارت میبینم کلاسترد، استک و در واقع بر حسب پرسنت که حالا تجمعی داره نشون میده، و حالتهای 3D شون که حالا 3 بعدی شون هستش که از اونها هم میتونید استفاده بکنید. این نمودار دیگه داریم، اینم خیلی جالبه، بهش میگن ایریا چارت یا نمودار سطح یا ناحیه. بگیم نمودار ناحیه یا نمودار سطح. اینم نمودار جالبیه که خیلی از این میتونیم استفاده بکنیم. سطح زیر نمودار رو داره نشون میده. با نمودار لاین هیچ فرقی نداره، شبیه همونه، منتها سطح زیر نمودار اومده رنگ کرده. یعنی برای اینکه شما بتونید راحت‌تر اون مقادیر رو بیاد ببینید چه پوششی داده سطح زیر نمودار رو، میتونید از این نمودار بیاد استفاده کنید. روی این قرار میگیرم تو قسمت فرمت، میام تو قسمت دیزاین، بعد میام تو قسمت چارت دیتا تایپ، میبینم که اینم با 3 حالت داره. حالت ایریا داره، حالت استک یا تجمعی داره و حالت 100% استک ایریا که در واقع اومده چیکار کرده؟ به صورت تجمعی از درصد اومده کار محاسبات رو انجام بده. این هم از این نکته و این هم حالتهای 3D این قضیه هست. حالا اگه ببینیم بذارم دو حالت 3D ببین چه اتفاقی میفته. یه دو صورت 3D به ما نشون میده، یعنی 3 بعدی نمایش میده. خب پس میاد میگه آقا سطح زیر نمودار رو من برات رنگ میکنم. این حالت پس ابتداییش هست، حالت ایریا، حالت ساده است. این حالت تجمعیشه، یعنی میاد مقادیر رو با هم دیگه جمع میکنه و نمایش میده، سطح زیر نمودار رو رسم میکنه و اینجا بر اساس در واقع درصد داره این کار رو انجام میده. خب و اگه بیام اینجا دقت بکنیم، روی این دیزاین کلیک بکنیم، توی اینجا میگه 100% یا 100% stacked area، تجمعی بر اساس درصد داره این کار رو به ما نشون میده. خب تو ریاضیات که جالبه اینو بدونیم که ما سطح زیر نمودار رو با انتگرال میایم محاسبه میکنیم. حالا دو تا سری داریم، این سری رو داره نشون میده، میگه آقا این سری که شما دارید کدوم یک بالای اون یکی قرار میگیره و مقادیر بیشتری رو به خودش اختصاص داده. شما میتونید این کار رو بیای انجام بدی، درسته؟ خب این که به این ترتیب اینو باید بیایم اینجا برگردونیم به حالت اولیه که این حالت ایریا بود. میبینید الان ما یه سری اینجا داریم که فروش فروردین ما چقدره؟ اگه بیایم دقت کنیم فروردین ما برای کالای 1 619، برای کالای 2 چیه؟ 302. میبینید؟ بعد میاد سراغ اردیبهشت، بعد میاد سراغ خرداد 361 و 413. این اختلافشون کمه. بعد اومده این سری رو به هم دیگه وصل کرده، اینم به هم دیگه وصل کرده و سطح زیر نمودار رو با رنگ‌های مختلف اومده مشخص کرده. بعدی نمودار اسکتر هست. نمودار اسکتر هم خیلی نمودار جالبیه. نمودار اسکتر یا در واقع پراکندگی فوق‌العاده میتونه برای ما کاربردی باشه. ببینید این نمودار، من اینا رو پاک بکنم، یه خاصیتی داره و اینه که میاد مقادیر شما رو به صورت زوج مرتبی رسم میکنه. خب یکی از مهمترین نمودارهای اکسل، پر استفاده و کاربردیه. تفاوت اون با سایر نمودارها اینه که محور افقیشون ولیو نداره، ولی نمودارهای اسکتر در هر دو محور اونها ولیو دارن. این خیلی جالبه. مثلا اگه شما بیاید دقت بکنید، من اگه بیام اینو رسم بکنم اینجا، بیام تو قسمت اینسرت، اگه بیام ریکامندد کالم رو بزنم، مثلا فرض کنید بیام به این ترتیب رسم بکنم، مثلا تو لاین، یا بیام توی کالم در نظر بگیرم،
ببینید الان اومده گفته آقا شما فرض کرده که سال من هم یه مقداره، در حالی که من میخوام سالم در محور افقی قرار بگیره. این اومده اشتباه فرض کرده. اومده گفته آقا یک شما، یعنی نقطه یک شما در این نمودار 2 تا سری داره، در حالی که من اینو نمیخوام. من میگم که آقا به ازای سال 1390 من اینقدر فروش داشتم، به ازای سال 91 من اینقدر فروش داشتم، 92 من اینقدر فروش داشتم. ولی این متوجه نمیشه. اگر من بخوام بیام اینو اصلاح بکنم، بعد بیام اینجا روی نمودار کلیک بکنم، برم تو قسمت سلکت دیتا، بگم آقا شما این سالی که برای من در نظر گرفتی اینجا، خب این سالی که برای من در نظر گرفتی میخوام بری از اینجا مقادیرشو بخونی. خب و نکته بعدی اینه که بیای مقادیر سال رو به عنوان ولیو برای من ریموو کنی، برش داری. من فقط فروش رو میخوام. الان درست شد. یعنی اکسل در حالت کالم چارت اینو متوجه نشده بود، الان متوجه شد که در واقع در حالت کالم چارت بعد چه نموداری رو بیاد برای من رسم بکنه. اما اسکتر اینو به راحتی متوجه میشه. یعنی اگه من بیام این ناحیه رو انتخاب بکنم، بعد بیام تو قسمت اینسرت یا بیام تو قسمت ریکامندد، بعد بیام روی حالت در واقع اسکتر، انواع و اقسام نمودار اسکتر رو دارم میبینم. اگه بیام من اینو انتخاب بکنم، این حالتش رو ببینید، این حالتش رو انتخاب بکنم، این به راحتی متوجه شده که آقا این زوج مرتبه. یعنی من در سال 1390 این مقدار رو داشتم، این مقدار فروش رو داشتم، در 91 این مقدار رو، 92 و الی آخر. یعنی اسکتر اینو به راحتی میتونه برای ما به صورت زوج مرتبی نمایش بده. اسکتر هم به همین ترتیبه. وقتی من میام رو قسمت چارت میتونم حالتهای مختلف رو داشته باشم. میام اینجا میگم که آقا نقطه ها رو به صورت زوج مرتب به من نشون بده. نقطه ها رو به من نشون دادی، با یک خط نرمی به هم اینا رو وصل کن، مارکر هم داشته باشه. فقط اینا رو به هم دیگه وصل کن، مارکر نداشته باشه. اینا رو با خط مستقیم به هم وصل بکن، اینا رو با خط مستقیم بدون مارکر وصل بکن. یا در واقع حالت بابلی هم داریم، نمودارهای حبابی، که حالا راجع به این هم ما صحبت میکنیم. یه مثال جالب من از نمودارهای اسکتر بزنم براتون. مثلا شما میخواید یه تابعی رو رسم بکنید. خب مثلا شما میخواید یه تابعی رو بیاید رسم بکنید، مثلا y مساوی با x2. به راحتی با نمودارهای اسکتر شما میتونید انواع و اقسام توابع رو بیاد رسم بکنید. مثال y مساوی با x2. خب این یه تابع است دیگه. تابع یعنی چی؟ یعنی یک یا چند ورودی داره و یک خروجی داره در مفهوم ریاضیات. y مساوی با x2. تابع رو می نویسم، میگم y مساوی با x2. به کیبورد دارم حالت انگلیسی. خیلی مواقع عزیزان وقتی میخوان تابع رو در اکسل پیاده سازی بکنن یه ذره براشون سخت و اینو با خیلی سختی انجام میدن. ببینید من اینجا یه سری مقادیر x دارم به عنوان ورودی، یه سری مقادیر y دارم به عنوان خروجی. خب x و y، دقت، میام اینجا میگم که من میخوام این تابع رو روی این قسمت پیاده سازی بکنم. میگم y مساوی با x2. x یعنی متغیر مستقل، y یعنی متغیر چی؟ یعنی وابسته. درسته؟ y مساوی با x2. میخوام این تابع رو تو اکسل پیاده سازی بکنم. به x میدم -2، y میشه 4. یعنی میاد چیکار میکنه؟ مقادیر متغیر مستقل رو به توان 2 میرسونه. میگم مساوی با، دارم فرمولش رو مینویسم، دارم تابعش رو مینویسم، میگم مساوی با این سلول به توان 2. عملگرهای چی؟ عملگرهای محاسباتی به توان 2. کنترل اینتر میزنم، جوابو داره به من میده. میگه هر چی به عنوان ورودی به من دادی توی این سلول، من میام اونو به توان 2 میرسونم. یعنی من تابع رو اومدم توی سلول چیکار کردم؟ پیاده سازی کردم. حالا میام چیکار میکنم؟ درگ اند دراپ میکنم، میگم از بازه -2 مثلا تا 2، از بازه -4 تا مثلا 4. خب بیا برای من چیکار کن؟ اینو نمایش بده. فیل سریز رو میزنم، برای من اینجا پر میشه. اینو پاک میکنم. دوباره میگم که آقا میخوام ببینم که مقادیر تابع من به ازای ورودی های مختلف چقدر. درگ اند دراپ میکنم به سمت پایین، میبینم که دوباره داره به من مقادیر رو نمایش میده. حالا میخوام با استفاده از اسکتر یا نمودار اسکتر بیام این تابع رو رسم بکنم. میرم در قسمت اینسرت، میام تو این قسمت،
میام ببینید این حالت نقطه‌ایشه، این حالت رو وقتی انتخاب میکنم ببینم تابع y مساوی با x2 به راحتی برای من رسم شد. خب این خیلی جالبه، من انواع و اقسام توابع رو میتونم در واقع با استفاده از این نمودار یا نمودار اسکتر یا پراکندگی بیام رسم بکنم. حالا جالبه این y مساوی با x2 میام از این یک کپی میگیرم میام اینجا پایینتر، خب میخوام y مساوی با x3 رو بیام رسم بکنم. کافیه بیام چیکار کنم؟ کافیه بیام به جای به توان 2 بنویسم به توان 3، y به توان 3 دیگه، یعنی هر چی به دست آوردی اونو به توان 3 برسون، یعنی هر چی به عنوان ورودی گرفتی اونو به توان 3 برسون. حالا میام این ناحیه رو انتخاب میکنم، میشه دامنه من، این میشه خروجی من یا برد من. بعد میام تو قسمت اینسرت، بعد میام تو قسمت اسکتر و وقتی میام اینو انتخاب میکنم ببینم که داره نمودار y مساوی با x3 رو برای من رسم میکنه. در کدوم بازه؟ از بازه -4 تا 4. میبینیم خیلی برای من کاربردی و جالبه و این خیلی میتونه به درد من بخوره. پس این نمودار هم نمودار فوق‌العاده کاربردی و به درد بخوری میتونه باشه. حالا میام تو قسمت فرمت، میام تو قسمت دیزاین، دوباره چارت تایپ، میتونم بیام بگم آقا نقاطشو برای من مشخص کن. ببین نقاطو دیگه به هم دیگه وصل نکرده. باز میتونم بیام اینجا بگم آقا به این شکل باشه. خب مارکر نمیخوام داشته باشه. باز میتونم بیام اینجا بگم آقا به این شکل میتونه باشه، و همون شکلی که مد نظر این خطوط مستقیم بیا این در واقع نقاط رو به هم وصل کن. از استایلا میتونم استفاده بکنم. یاد گرفتم استایل‌های مختلف اکسل که آماده است و من میتونم از اینها استفاده بکنم و بهره بگیرم برای اینکه بتونم نمودار بهتری رو به نمایش بگذارم. پس از نمودارهای مختلف ما میتونیم استفاده بکنیم. در این قسمت من راجع به بابل هم صحبت بکنم. بقیه و انواع و اقسام نمودارها که از پای چارت و الی آخر هستن بمونه در ویدیو بعدی ما راجبش صحبت میکنیم. یه نمودار دیگه داریم که زیر مجموعه اسکتره، بهش میگن بابل، یعنی نمودار حبابی. فرض کنید شما 3 تا نمایندگی دارید، نمایندگی 1، نمایندگی 2، نمایندگی 3. هر کدوم از اینها یه میزان فروش داشتن و یک مبلغ فروش. میخواید بیاید چیکار کنید؟ میخواید بیاید این نمودار رو رسم بکنید. در واقع شما الان چند تا متغیر دارید، به ازای هر نمایندگی یه میزان فروش دارید، یه مبلغ فروش دارید. نمودار بابل اینو میتونه به خوبی برای شما نمایش بده. یعنی شما بیاید ناحیه رو انتخاب بکنید، بعد بیاید تو قسمت اینسرت، بعد بیاید تو قسمت در واقع اسکتر و بابل. نوع دیگه از نمودارها هستن که بهشون میگن نمودارهای حبابی. این نمودارهای حبابی فوق العاده میتونن کاربردی باشن و داده‌های شما رو به خوبی نمایش بدن. اگر شما به ازای هر نمایندگی، حالا تو این مثال مثلا ما 3 تا نمایندگی داریم که میزان فروش و مبلغ فروششون رو داریم میبینیم، میگیم به ازای هر نمایندگی ما 2 تا متغیر داریم، یه میزان فروش، یه مبلغ فروش. میخوام با استفاده از نمودارهای بابل یا حبابی اینا رو نمایش بدم. میام این ناحیه رو انتخاب میکنم، میام تو قسمت در واقع اینجا اسکتر، پایینش بابله، میام از نمودارهای حبابی استفاده میکنم. جالبه، میاد میزان فروش رو نشون میده. میگه آقا مقدار اولیه، یعنی نقطه اول نمایندگی 1، میگم میزان فروشت 71 بوده. خب مبلغ فروشت چقدر بوده؟ مبلغ فروشت 500,000 بوده. تو بعدی، تو دومی میاد میگه آقا 59 تا فروختی، مبلغ فروشت مثلا 200,600 تا بوده. تو بعدی میاد میگه آقا میزان فروشت 61 بوده ولی مبلغ فروشت چقدر بوده؟ مثلا 207,400 تا بوده. اینم جالبه، میتونم یه دابل کلیک روی این انجام بدم. خب بعد بیام اینجا بگم توی قسمت اکسس آپشن اینو مثلا ریورس اوردرش کن، از این ور از چپ به راست بهم نشونش بده. بعد میتونم بیام اینجا اینو انتخاب بکنم. اینجا رو هم یاد گرفتیم توی قسمت دیزاین، توی دیزاین بیام برم تو قسمت اد چارت المنت، تو قسمت دیتا لیبلز، تو قسمت مور دیتا لیبلز، بیام تو قسمت اینجا. خب بگم آقا ولیو رو به من نشون بده، ایکس ولیو رو به من نشون بده. بیام بگم آقا بابل سایزرم تیکشو برای من بزن یا فعال کن، یا میتونم بگم هدر لاین ها رو مثلا برای من بردار، یا میتونم بگم که مثلا سریز نیما باشه، یا بگم این ولیو رو از یه مثلا سلولای خاصی برای من بخون. حالا این کار هم شدنیه. یا میتونم بیام بگم لیبل آپشن ها مثلا سمت چپ باشن، مرکز باشن، یا مثلا سمت راست باشن، که حالا هر کدوم از اینها قابل انجام هست. این نمودارها هم نمودارهای فوق العاده کاربردی هستن که شما میتونید ازشون استفاده بکنید.